وضعیت اقتصاد که خیلی خرابه، یعنی روز به روز داره بدتر میشه. هیچ کاری نمیکنن برا ما، هیچ که فکریش کرد. اینا میگن حد فقر 250 تومنه، پس چطور به یه بازنشسته 100 تومن میدی؟ کیلو میوه در ماه نمیتونم واسه بچه‌هام بخرم. آخه چند سال وعده وعید ندارم، با این حقوقا زندگی نمیشه کرد. برای جوون هیچ کاری انجام نمیشه. بسیار خوب، حالا انشاءالله بعد از بنده کسانی خواهند اومد که عمل خواهند کرد و شما نتیجه عملشون رو خواهید دید. جزای آن که نگفتی شکر روز وصال، شب فراق نخفتی لاجرم ز خیال. تو بر کنار فراتی ندانی این معنی دوست، تو بر کنار فراتی ندانی این معنی، به راه بادیه داد قدر آب زلال